سلام بچه، چطورت؟ خوش اومدید ویدیو جدید. امروز من اینجا نمادم. امروز قراره نمای دوچرخه هم کنم. البته احتمال 98% دوچرخه رو عوض کنم. بخشی دارم صحبت میکنم 98% دوچرخه رو عوض کنم، به خاطر اینکه دوچرخه متاسفانه نه دوچرخه خوبه ولی احتمال 98% عوض کنم، چون که یک بار تصادف کردم باش، ولی خوبه. خب بریم اول شروع کنیم. دوچرخه این دوچرخه منه، درست؟ این دوچرخه توی تصادف زینش یا همون صندلیش که میافتم سر میخورم اینجوری کشیده میشم رو زمین. بعد به خاطر همین زینش رو باید عوض کنم. همون صندلیش اینجاش خراشیده میشه تو تصادف اگه بیفته. حالا دوچرخه من دارای رینگ لیزری که تقریبا رو همه دوچرخه ها هستش. در ضمن بچه ها این سربالف و موشکی رو یکیش ازم زدن، فعلا این پلاستیکر بستم. بعد یه دونه چراغ چشمک زن. حالا شاید درسته این بخاطر جاسوسی، بله جاسوسی که نیست. اینم جور دیگه نمیشه وصل کرد، پیچ فقط برای عقب است. من جلو دوست داشتم وصل کنم، با چسب وصلش کردم. حتی تیکه خورده‌هاش هم اینجا افتاده، اینا تیکه خورده‌هاش هم اینجا افتاده. بعد من اینو گفت هم میتونی بذاری هم برداری. من گفتم بذاره، حالا تکون میخوره اینا. همون پروژه خیلی کار دارم. ترمزاش عادی، همون ترمزا بله این هم میبینی تو تصادف شکستش. بعد ترمزاش عادی. حالا میپرسیم اینو بسه چی، این چسبا رو بسه چی زدم؟ من موقعی که تک چرخ میزدم دستان تاول میزد. بله معلومه دستان تاول میزد. الان اینو زدن دیگه راحت دستان تاول نمیزنه. میخوام امتحان کنیم. دوچرخه من داروی 7 دنده است. دنده 1 2 3 4 5 6 7. از این ورم داروی 3 دنده است. ترمز عادیه دیگه بگم. بعد رکابای فابریک، شارژمار فابریک هم ببخشید دوچرخه میخورده کثیفه. ترمز عقب هم همه چیش فابریکه. حالا ما قراره دوچرخه رو اسپورت کنیم، قراره سربالف بگیریم، صندلی بگیریم، بوق بگیریم دیگه، کلی کارهای دیگه. بعد لاستیکاش کویه و اینا هم که میبینید الان کثیف شده، به خاطر این چند روز اینجا خیلی بارون اومد و رفتم بیرون و میبینید الان صافه به خاطر تکافه. بعد دیگه به نظر من بچه ها اول من یک اشتباه کردم. این دوچرخه فنر نداره اصلا. موقعی که میخواستم دوچرخه بخرم حواسم به فنر نبود. یه دلیلش میخواد که عوض بکنم، به خاطر همینه. بعد دیگه فنر نداره. همش هر دوچرخه که میخوام بخریم بزنین تو خودتون دقت کنین دوچرخه بخرین. من اصلا دقت نکردم وگرنه مثل من میشین. بعد دیگه ترمزاش هم که گفتم فابریک، رینگش هم لیزریه. بعد صندلیش هم دادم پایین. اینا رو من باید برم عوض کنم صندلیمو. بعد دیگه عرضم به حضورتون دیگه اگه فنر به نظرم بعد برای اگه فنر داشت دوچرخه بهتره به نظر من. اگه بخوایم بگیریم اینا هم که دم دستگاه ترمزه، اینا هم زنجیرشه باید روغن بزنم. اینم لنتشه، اینم سیم اضافه است. این ولی این با لنت این اگه چیزیش بشه این دیگه کار نمیکنه. این لنت دیگه کار نمیکنه. ببخشید این بچه ها این اگه چیزیش بشه این چی داشتم بفرستم. این اگه چیزیش بشه، این اگه معلوم بشه این ترمز جلوتون دیگه کار نمیکنه. و
این اگه چیزیش بشه ترمز عقبتون دیگه کار نمیکنه. نکنین الان من دوچرخم راه میبرم، نکنین هر موقع این دوچرختون نگاه کن، من الان میام عقب میرم جلو، دوچرخم صدا نمیده. اگه الان میرم عقب صدا نمیده کنین، اصلا این صدا رو داد ناراحت نشین. جلو رفتین این صدا رو داد ناراحت نشین، این به خاطر اینکه آبی چیزی رفته توش، این صدا رو بعد از مدتی درست میشه. بعد دیگه این رکابم تصادف شکست، این هم شکست، دنده همه چی عادی. عاشق این صدا. بعد دیگه چی میخواستم بگم، اینا هم خیلی مهمه بچه. اگه اینا این باعث میشه که دنده، وقتی ما دنده میزنیم مثلا دنده میزنیم این از روی میپره روی این مثلا یا میپره روی الان دنده چندم، دنده یکم، اینو بزنم میپره رو 2 3 4 اینجا این باید اینجا نه درست. بعد این وقتی دنده میزنیم باعث دنده از اینجا میپره میاد اینجا. بعد کار شارژ چیه؟ همین داشتم میگفتم کار شارژ ما بود. کار شارژ ما دنده رو که میزنی اینجا میندازه روی مثلا. آره کار شارژ ما اینه دیگه. تو ویدیو بعد انشالله اگه خوب حمایت کنین آموزش تک چرخ بذارم. همین دیگه چیزی نیمونه. ببینم چی دیگه هست بهتون نشون بدم دیگه. این هم خیلی مهمه که من توجه نکردم. این اگه آهنی باشه خیلی بهتره، که برای من پلاستیکیه. اینا هم نگاه کنین، اینا نهاد زنگ زده باشه، زنگ بزنه دیگه باز نمیشه. بعد دوچرخم حالا بردم کثیف هم هست. همین دیگه. این از کل دوچرخه من. تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.